شرکت راهسازی و معدنی موبین. کیمیاگران خاک. شرکت راهسازی و معدنی موبین یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی پیشرو در زمینه عملیات معدنکاری میباشد که فعالیتش را از سال 1368 آغاز نموده و تاکنون بیش از 1 میلیارد تن عملیات استخراج و باطل برداری در معادن مختلف کشور انجام داده است. همچنین از ابتدای سال 1385 و با ورود به فعالیت‌های سدسازی، شرکت موبین توانست برگ جدیدی در کارنامه فعالیت‌های پیمانکاری خود رقم زند. جدای از بحث توان اجرایی و عملیاتی شرکت موبین که در کشور همواره زبان زده رقیبان بوده و هست، نگاه به آینده و ترسیم افق بلند مدت یکی دیگر از اهمیت‌ها و دغدغه‌های مدیریت کلان شرکت بوده و هست. شرکت موبین در راستای توسعه فعالیت‌های خود و استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته، احداث کارخانجات فرآوری، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده در چرخه تولید را هدف گذاری نموده و در راستای این استراتژی در پروژه معدن سرب و روی مهدی آباد که بزرگترین معدن جهان در نوع خود می باشد ورود نموده و تولید سالیانه 800,000 تن کنسانتره روی، 80,000 تن کنسانتره سرب و در ادامه تولید شمش روی را در دستور کار خود قرار داده است تا با استفاده از تکنولوژی و دانش روز شاهد ظهور فصل جدیدی از رشد در صنعت سرب و روی کشور باشید. این شرکت با محوریت استفاده حداکثری از تجربیات موفق، مدیریت جامع و ایجاد حس اطمینان در کارفرمایان توانسته است رتبه اول در حجم عملیات معدنی را در ایران و خاورمیانه به دست آورد، به طوری که این شرکت در حال حاضر سالیانه بیش از 100 میلیون تن عملیات استخراج و باطل برداری انجام داده و در اکثر معادن اصلی و بزرگ کشور حضوری فعال داشته، به گونه‌ای که توانسته است به عنوان بازوی قدرتمند و قابل اتکا برای کارفرمایان و دولتمردان به خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عمل نماید. در حال حاضر از اهداف استراتژیک شرکت موبین افزایش فعالیت معدنکاری تا مرز 150 میلیون تن در سال و سرمایه گذاری جهت ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره با ظرفیت 10 میلیون تن را نام برد. راه اندازی و توسعه معدن بزرگ سربروی مهدی آباد، توسعه پروژه‌های فعلی شرکت از جمله پروژه‌های معادن مثل میدود، معدن مثل سنگون، حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن بهره‌وری و انتقال دانش و تکنولوژی‌های روز، استفاده از فضای پسا تحریم در جهت ارتقاء دانش فنی و اجرایی شرکت و توسعه آموزش پرسنل و ایجاد بسترهای مناسب جهت حضور در بازارهای خارجی و داخلی و توسعه اکتشافات ذخایر معدنی کشور و سرمایه‌گذاری جهت تکمیل زنجیره ارزش جزو اهداف 10 سال آینده شرکت میباشد. شرکت راهسازی و معدنی موبین.